بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم دوستان و همراهان عزیز رادیو مهر. سلام بر شما جستجوگران پرواز اندیشه. فرزانه هستم در رادیو مهر با برنامه پرواز اندیشه. حالتان خوب است؟ امیدوارم حال شما عزیزان مانند همیشه خوب و عالی باشد. برنامه امروزی ما درباره اسب‌ها است. اسب‌ها مخلوقات بسیار زیبا و قدرتمندی هستند که از گذشته در کنار انسان‌ها برای جابجایی و پیمودن مسافت‌های طولانی کمک کردند و این روزها این دوستی میان انسان‌ها و اسب‌ها باقی مانده است و نسبت به گذشته بیشتر و بیشتر شده است. همراه ما باشید تا دانستنی‌های امروز را برایتان بگویم. اسب‌ها چند ساعت بعد از تولد شدن می توانند برای پاهایشان بایستند و حرکت کنند. اسب‌ها موجودات خیلی جالبی هستند چرا که می توانند هم خوابیده و هم ایستاده خواب روند. اسب‌ها گروهی خواب نمی روند و همزمان حداقل یکی از آنها بیدار می ماند تا از دیگران نگهبانی کند. می دانستید که اسب‌ها 205 استخوان دارند؟ اسب‌های اهلی و خانگی معمولاً 25 سال عمر می‌کنند ولی در گذشته اسب‌های اهلی حدوداً 62 سال عمر می‌کردند. شاید تا به حال دیده باشید که اسب‌ها در حال خندیدن هستند، لیکن آنها این کار را برای اینکه بتوانند بوی‌های اطراف خود و یا بوی خودشان را احساس کنند انجام می‌دهند. یک نکته بسیار جالب دیگر که برای خودم هم عجیب بود خواستم به شما دوستانم هم بگویم. این نکته جالب این بود که در انگلیس تمامی اسب‌ها و گاوها باید پاسپورت داشته باشند. گاهی برای شناسایی و معرفی اسب‌ها اول رنگ بدن او مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس به نوع نژاد او می‌پردازند. امروزه بسیاری از گونه‌هایی که سبب ایجاد تنوع در رنگ اسب‌ها می‌شود شناسایی شده است. رنگ‌های سیاه، سفید، قهوه‌ای و ترکیب این رنگ‌ها از رنگ‌های معمولی بدنی اسب‌ها به نظر گرفته می‌شود. همکنون می‌خواهم برای شما چند نوع از اسب‌های محبوب و مشهور دنیا را بگویم. اسب عربی. اسب عرب محبوب ترین نژاد اسب در جهان است و به خاطر شکل سر، قد بلند و دم درازش معروف است. خاستگاه اصلی آنها خاورمیانه است، اما امروزه در بریتانیا، امریکا، استرالیا و قاره اروپا نیز یافت می‌شوند. اسب تروبرد. اسب‌های نژاد تروبرد بیشتر به خاطر هوش، سرعت و جسارت بالایی که دارند معروف هستند. نژاد تروبرد اولین بار در قرن 17 و 18 در انگلیس به وجود آمده است. اسب بعدی اسب آندالوسی است. اسب‌های آندالوسی اسب‌های جنگی هستند که به خاطر هوش، حساسیت و مطیع بودنشان معروف هستند. از اسب‌های آندلسی خیلی زیاد در سریال‌ها و همچنین برای بسیاری از فعالیت‌هایی که به نحوی با سوارکاری مرتبط است استفاده می‌شود. آخالتکین
اسب ترکمن. آخالتکین نژادی اسب ترکمنی است که با نام اسب طلایی هم شناخته می شود و شهرتش بیش از هر چیزی به خاطر سرعت، استقامت و هوش این حیوان است. اسب آخالتکین را می توان به عنوان اسب ورزشی، اسب مسابقه برای نمایش‌های پریش با اسب و سوارکاری استقامت استفاده کرد. اسب مینیاتوری. اسب‌های مینیاتوری بسیار کوچک و دوست داشتنی هستند. از این نوع اسب‌ها به عنوان حیوان خانگی و همراهان همیشگی استفاده می شود. دوستان و همراهان عزیز رادیو مهر، برنامه امروزمان هم به پایان رسید. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. تا یک برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.